بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سروران گرامی و حضار محترم، عید سعید قربان را به همه شما و خصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض می کنم. الله ذوالجلال این عید سعید و این عبادات و این قربانی که تقدیم درگاه خدا می شود، خداوند به درگاه خودش بپذیرد و به همه شما عزیزان که امروز در اینجا حضور دارید، الله ذوالجلال در سالهای آینده حج بیت الله و زیارت حرمین شریفین را خدای متعال نصیب بفرمایند. سروران گرامی، آیه 85 سوره آل عمران به حضور شما تلاوت شد. خداوند می فرمایند که و من یبتغی، هر کسی که طلب بکند، غیر الاسلام دینا، به غیر الاسلام دیگر دینی را خداوند می فرمایند هر کسی قبول بکند، فلن یقبل منه، این دین از اون پذیرفته نمی شود، از اون پذیرفته نمی شود. به غیر از اسلام هر دینی را که کسی طلب بکند، فلن یقبل منه. چیز بسیار جالب هست. چرا خداوند ملاک فقط دین اسلام را قرار داده؟ علتش این است که دین اسلام خلاصه همه ادیان آسمانی از زمان آدم تا زمان خاتم بوده. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. چرا دین اسلام ملاک شده؟ و در آیه 83 می فرمایند فغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه ترجعون. دین اسلام برای این ملاک قرار گرفته که همه تسلیم الله هستند، همه چیز تسلیم الله هست. لذا دین اسلام هم امون دینی هست که همه ما تسلیم الله هستیم. و خلاصه دین خدا این است که خداوند در همینجا می فرمایند در همین آیه 84 همین سوره، قبل از آیه که من خواندم یک آیه قبل از اون می فرمایند قل آمنا بالله، بگو ما ایمان آوردیم به الله، اون چیزی که الله فرموده، و ما انزل علینا، اون چیزی که بر ما نازل شده بر قرآن ایمان داریم، و ما انزل علی ابراهیم، اون چیزی که بر حضرت ابراهیم نازل شده، بر اسماعیل نازل شده، بر اسحاق نازل شده، بر یعقوب نازل شده و بر اولاد حضرت یعقوب نازل شدند. و ما اوتی موسی، اون چیزی که موسی داده شده، و عیسی و حضرت عیسی داده شده، و النبیون من ربهم، و همه انبیا
اون چیز و اون دینی را که از طرف خدا آوردن ما به همه اونا ایمان داریم. من ربهم لا نفرق بین احد، این معنی ایمان ما هست، کیفیت ایمان ما. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. اما جمله مقصودی این است که ما فقط تسلیم الله هستیم و نحن له مسلمون. و پشت سرش همین آیه که من خواندم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. به این سبب دین اسلام والاترین پیام الهی است که خداوند به بشریت داده و دین رسول الله تا قیام قیامت هست و دین قرآن دین رسول الله تا قیام قیامت هست. از این به بعد دیگر کتاب نازل نمی شود و از این به بعد دیگر نبی نمیاد. رسول الله خاتم الانبیا هست و کتابش خاتم الکتب. الله ذوالجلال به این سبب می فرمایند که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. به این علت دین اسلام جهان شمول هست و علت بقایش دو چیز هست. یکی این که ما ایمان داریم به توحید الهی، به انبیاء خدا، به قیامت، به همه کتاب‌های آسمانی و به معاد و به همه چیز ما ایمان داریم. یکی امین هست و دوم این است که دین اسلام منهج هست که ما تسلیم الله هستیم، تسلیم دستورات خداوند هستیم. و این منهج هست و این رای هست و این روش هست که انسانها میتوانند با هم دیگر تعامل داشته باشند، با هم دیگر زندگی بکنند. ما اینطوری نیستیم که یک پیغمبر را قبول بکنیم پیغمبر دیگری را رد بکنیم، بلکه ایمان به خدا و به همه انبیاء خدا، به ملائکه، به کتب آسمانی، به معاد و همه چیزهایی را که الله ذوالجلال بیان کرده ما ایمان داریم. و همچنین در آخر سوره بقره مانند همین آیه 83 که من به حضور شما خواندم، یا 84 که خدای متعال فرمود در اونجا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. این آخرین قسمت سوره بقره هست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. دین اسلام دینی هست که همه خوبی ها را پذیرفته، همه خوبی ها را قبول دارد. این متعلق به چه سرزمینی هست، به چه زمانی هست، به چه مکانی هست، به هر جا باشد اون چیزایی که خوبن همه را پذیرفته از زمان آدم تا خاتم. و ما همه خوبی ها را قبول داریم به همه انبیا، به همه دینهای آسمانی که الله ذوالجلال دین خداوند یکی هست. اصولی که آمده یکی هستند از زمان آدم تا زمان خاتم. اصول عوض نشده اند، رسول عوض شده. توحید و رسالت و معاد در همه ادیان بوده، در دین اسلام هم هست. دور از افراط و تفرید هست و امین است منهج آل سنت والجماعه که ما هم پیغمبر را و صحابه پیغمبر را قبول داریم، هم آل بیت رسول الله را قبول داریم. این منهج آل سنت که به گفته یکی از دانشمندان عرب میگوید که ربحت الصحابه ولم اخسر آل البیت. من صحابه را به دست آوردم بدون اینکه آل بیت را از دست بدهم. صحابه رسول الله اونایی که اولین شاگردان مکتب قرآن بودن، اولین شاگردان رسول الله بودن، اولین شاگردان این دین بودند، اونا قرآن را، گفته های پیغمبر را به ما رساندند. اگر ما در عدالت اونا
در صداقت اونا و در امانت اونا شک و شبهه‌ای داشته باشیم، گویا که نه قرآن را قبول داریم نه احادیث رسول الله را. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! قرآن و احادیث رسول الله، قرآن و احادیث رسول الله توسط اولین شاگردان رسول الله به ما رسیده اند. اگر ما اولین شاگردان رسول الله را بد بدانیم، مرتد بدانیم، خلاف دین بدانیم، پس بدانیم که ما هیچی نداریم. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! قرآن توسط اونا به ما رسید، احادیث رسول الله توسط اونا به ما رسیدند. اونایی که یاران رسول الله را رد می کنند حقیقتا یک روایت مرفوع هم ندارند. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! چون حدیث به رسول الله می رسد توسط صحابه، ما تا به صحابه نرسیم، تابعین به صحابه، صحابه به رسول الله و رسول الله از جبرائیل و از الله روایت می کنند. پس این منهج هست که منهج ائمه انبیا هست، این اصول هست که اصول ائمه انبیا هست. نکته جالبی که در اینجا من برای شما میخوام بیان بکنم، دین اسلام دین اعتقاد درست و صحیح هست. دین اسلام دین اعمال هست. دین اسلام دین اخلاق. وقتی که عقیده درست داشته نباشیم، اعمال درست داشته نباشیم، اخلاق درست داشته نباشیم، پس بدانیم که از دین الهی چیزی نداریم. باید اعتقاد درست باشد، امون منهج و روش و سنتی که رسول الله فرموده. خداوند در همین سوره آل عمران می فرمایند قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم. اگر شما خدا را دوست دارید، از روش پیغمبر پیروی بکنید. در این سبب در این جا شما دوست جایزه داده می شود. یکی این که خدا شما را دوست می گیرد و دوم که الله ذوالجلال شما را مغفرت می کند. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم. دو تا پاداش در اتباع رسول الله هست. ما پیغمبر را دوست داریم، یاران پیغمبر را دوست داریم، اصحاب پیغمبر را دوست داریم، آل بیت رسول الله را دوست داریم. اولین آل بیت رسول الله ازواج پاکش هستند. تکبیر! لا تدخلوا بیوت النبی، این بیوت نبی امون بیوت امسران پیغمبر بودن. خداوند می فرمایند واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، ای امسران پاک رسول الله بیاد بیارید، شکر نعمت بکنید که قرآن در خانه های شما نازل می شود. اولین آل بیت رسول الله امسران گرامی رسول الله هستند. بعد از اون آل علی، آل جعفر طیار، آل عقیل، آل عباس، اینا را همه آل سنت اینا را جز آل بیت رسول الله می دانند. و دین رسول الله دین کامل هست، کامل به رسول الله رسید، رسول الله کامل به ما تحویل داد و صحابه کامل دین را به ما تحویل دادند، تابعین به ما تحویل دادند، از اسلاف ما گرفته از صحابه کرام تا امروز ما این دین را از بزرگان دین حاصل کردیم. و
دوستی رسول الله، دوستی آل بیت رسول الله، دوستی صحابه رسول الله جز ایمان ما هست. احترام اونا جز ایمان ما هست. پیروی از منهج اونا، از روش اونا جز ایمان ما هست. و من این آیه را خواندم که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، از اون قبول نمیشه و هو فی الاخرة من الخاسرین. خیلی جالب هست که خداوند میفرماند به غیر از دین اسلام که دین جهانی هست، دینی هست که شامل همه ادیان هست، به غیر از اون دیگه کسی دیگه دینی را بپذیرد از اون قبول نمی شود. و در این زمان و امروز مسئله هست به نام دین گریزی و دین ستیزی. دین اسلام دینی هست که بهترین ها را به ما معرفی کرده، اما کسانی که شناخت ندارند از دین اسلام از دین فرار می کنند، با دین ستیز می کنند و می جنگند به گمان خودشان که هیچ وقت پیروزم نمی شوند. دین اسلام یعلو ولا یعلا علیه، دین اسلام همیشه برتره. از نظر دلیل و برهان امروز ما هیچ کتاب سالم و کامل را که همونطوری که نازل شده به غیر از قرآن نداریم. نه تورات سالم هست و نه انجیل سالم هست. اونا را افرادی که به دست اونا افتاد مطابق میل و هوای خودشان اونا را تحریف کردند. و دین اسلام دین مواسات، مساوات هست. خداوند خطاب میکند به همه انسانها یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسانها، همه شما از یک پدر و مادر از آدم و حوا پیدا شده اید و اونا از خاک بودند. خداوند اونا را از خاک آفرید، شما از خاک هستید. هیچ کسی بر دیگری امتیاز و برتری ندارد مگر به تقوای الهی. یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل. در سوره حجرات است این آیه که خداوند میفرماید شما را شعبه گروه قرار دادیم، طایفه قرار دادیم برای اینکه یک دیگر را بشناسید. این سبب امتیاز و برتری نیست. نجعلناکم شعوبا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون که اتقا هست، پرهیزگار هست، اون بهترین و مهمترین هست. بلال حبشی با اون قریشی برابر هست. عرب با عجم مساوی است و عجم با عرب مساوی است که در خطبه حجة الوداع رسول الله فرمود لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی مگر به تقوای الهی. و اونایی که دین ستیز و دین گریزند بدانند که دین اسلام همه خوبی ها را آورده و بدی ها را رد کرده. منکرات زیادی بودند که دین اسلام اونا را رد کرده، کفر و شرک را رد کرده و گفته ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اولین گناه کفر و شرک هست که حضرت لقمان به فرزندش میگوید یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیمی هست. و بازم خداوند در سوره فرقان در آخرش در صفات عباد الرحمن میفرماند والذین لا یدعون مع الله اله آخر. عباد الرحمن کسانی هستند که امرای خدا کسی را نمیخوانند. این یکی دیگه کسی را صدا و ندا نمی کنند. دوم اینکه قتل نفس نمی کنند.
سوم اینکه زنا نمی کنند. اولین گناه کفر و شرک هست. گناه دوم قتل نفس است که کسی یک انسانی را بنا حق بکشد. خداوند می‌فرمایند که و من یقتل مؤمنا متعمدا، هر کسی یک مؤمنی را به قصد بکشد فجزاؤه جهنم. 5 تا جزا را خدا برایش گفته. یک جزایش جهنم هست، 2 خالدا فیها، 3 و غضب الله علیه، خداوند بر این کسی که قاتل هست انسانها را به ناحق میکشد، به ظلم و ستم میکشد، خداوند میفرماند جزای سومش غضب خدا بر اون هست. کسی که غضب خدا بر اون باشد اون هیچ وقت کامیاب نمی شود. و 4م لعنت خداوند بر اون هست. و لعنه و 5م و اعد له عذابا عظیما، یک عذاب بسیار بزرگی را خداوند برای اون آماده کرده. اگر کسی بیاد و کشتن مسلمانان را جایز بداند و کشتن مسلمانان را و ظلم و ستم را جایز بداند، قطعا بدانید که برایش این 5 جزا هست. یکی جهنم، دوم دائم در جهنم که به معنی مکث طویل باشد، یا اینکه اگر مستحل حلال بداند کشتن مسلمانان را خالدا فیها، و 3م غضب خدا، 4م لعنت خدا و 5م عذاب عظیم برای اون آمده هست. این ظلم دوم، منکر دوم، کبیره دوم. 3م ترک نماز هست و ترک نماز هم یکی از گناهان کبیره هست که خداوند در سوره مریم میفرمایند بعد از اون که از دا انسان والا مقام، دا انسان خوب الله عزوجل یاد میکنند، از حضرت زکریا گرفته و تا سایر انسانهای خوب که در سوره مریم از دا انسان والا مقام که من جمله حضرت مریم است یاد شده. میفرمایند فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف یلقون غیا. بعد از اون انسانهای خوب افراد بد آمدن جانشین اونا شدن، ادعا می کردن که ما پیروی اونا هستیم، اما اولین چیزی که اونا ضایع کردن نماز بود. اضاعوا الصلاة، نماز را ضایع کردن، واتبعوا الشهوات. خداوند میفرمایند زود هست که اونا به عذاب جهنم روبرو بشوند. و همچنین در حدیثی است که رسول الله در چندین روایت میفرمایند که فرق مسلمان و فرق کافر در نماز خواندن هست. الفرق بین العبد والکفر، در میانی الرجل والکفر میفرمایند که الصلاة هست، نماز هست. لذا نماز یک فریضه الهی است که بعد از توحید اولین حکم خداوند می باشد. و همچنین یکی از گناهان کبیره که امروز جاری و ساری هست، یکی از گناهان کبیره شرب خمر هست. و نماز را که خدا لازم کرده، یک علت این که شراب حرام هست این است که نماز ضایع می شود. میفرمایند که خداوند در آیه 90 سوره مائده میفرمایند انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کامیابی را میخواهید از شراب خوردن، از قماربازی، از اون خرافه پرستی که این انصاب به زبان بلوچی اون را میگفتن سابقا لکر و زیارت، از اینا دوری بکنید. این که میان هر کسی برای خود یک چیزی را نصب میکند، قبرهای فرضی، جاهای فرضی را که اصلا اونجا وجود خارجی ندارند، میان و شب و روز در اطراف اونا طواف میکنن، سجده میکنن، حاجت میخواهند، اونا را مشکل گشا میدانند. اینا انصاب یا برای اونا ذبح و قربانی میکنند. همون طوری که در هفته گذشته برای شما بیان شد
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. پیغمبر فرمودند و ما میگم انا من المسلمین، من یکی از مسلمانان هستم. و نماز را با جماعت در مسجد بخوانیم. و ضایع کردن نماز یک گناه کبیره هست. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در موطا امام مالک هست که فرمود ان من اهم امورکم الصلاة، مهمترین کار شما نماز هست. هر کسی که نماز را اقامه کرد دین خود را اقامه کرده، هر کسی که نماز را ضایع کرد دینش ضایع شده. به عنوان بخشنامه حضرت عمر این را فرستادند و گفتند که شما نماز را ضایع نکنید، که اون کسانی که نماز را ضایع کردند خداوند به اونا خلف میگوید، جانشینان بد میگوید. متاسفانه مطابق آماری که مسئولین امر نماز و مساجد در کشور بیان میکنند، در کشور ما 75,000 مسجد وجود دارد، در حالی که از این مساجد میگم 25,000 در کل کشور فعال هستند. 50,000 مسجد بدون نمازگزار و بدون اقامه نماز هستند، در حالی که خداوند درباره انسانهای خوب میفرمایند ان الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة، نماز را برپا میکنند، و آتوا الزکات، زکات میدن، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یکی از علامت های کشور اسلامی و مسلمانان اولین چیز اقامه نماز هست، بعد از اقامه توحید ادای زکات هست و امر به معروف و نهی از منکر هست. و خدای متعال به ما توفیق میدهد که مساجد را آباد نگاه داریم و 5 وقت نماز به مسجد بخوانیم. و مسجد اگر هر طور اون را زیبا بسازیم، وقتی که نمازگزار در اون نباشند اون مسجد خراب هست. و شرب خمر یک مسئله شده، امروز در رسانه ها شما میبینید میشنوید. متاسفانه میگویند در فلان شهرستان اینقدر افراد مسموم شدند با شراب خوردن و شراب های به اصطلاح نامرغوب. ما چه مرغوبش و چه نامرغوبش هر دو تایش خدا گفته رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. حالا میگویند که بله استانداردش باشد خوب است و غیر استانداردش نه، هر دو تایش خداوند رجس گفته، چه استانداردش و چه غیر استانداردش هر دو تایش حرام هستند. شراب خوری امروز زیاد شده، خرافه پرستی زیاد شده. الله ذوالجلال شراب خوری را و خرافه پرستی را در کنار اون بت پرستی قرار داده. و باید ما نماز را داشته باشیم، دوری از مشروبات الکلی که خداوند رجس گفته، از عمل شیطان گفته. و آیه 90 سوره مائده امین مسئله را بیان کرده. سرقت و خیانت یکی از کارهای زشت و منکر هستند. سرقت، دزدی و همچنین خیانت در بیت المال که افراد میاند و بیت المال را عیب و میل میکنند، مال خود میدانند، مال اطرافیان خود میدانند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در جنگ بدر بود که گفتند یک قطیفه از بیت المال گم شد. بعض افراد گفتند شاید رسول الله اون را برای خود برداشته. قطیفه یعنی یک اینطوری پتو روسریه. خداوند بلا فاصله در همین سوره آل عمران میفرمایند که ما کان لنبی ان یغل، برای پیغمبر مناسب نیست، جایز نیست اینکه در بیت المال خیانت بکند. و من یغلل، هر کسی که خیانت بکند یأتی بما غل یوم القیامه. پیغمبر میفرمایند که
روز قیامت شما را نبینم، مال مردم به پشت شماست، در میدان محشر حاضر می شوید. حالا شتر باشد، گاو باشد، گوسفند باشد، کالای باشد، اساس باشد، پول باشد، مال مردم هست، دزدیده اید. اون روز قیامت قرآن گفته یأتی بما غل یوم القیامه، شما را نبینم که با مال مردم بیایید، روز قیامت من برای شما شفاعت نمی کنم. خیانت در بیت المال و این مسئله که گفتم ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم القیامه. همچنین نافرمانی پدر و مادر، دوری و ترک رابطه با نزدیکان. الله عزوجل در آیه 36 سوره نساء می فرمایند که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. بعداً خداوند هم حقوق خود را، حق خود را و هم حق اطرافیان ما را، چه بستگان ما باشند، چه همسایگان ما باشند، چه جامعه ما باشند، اونا را خداوند فرموده که حق اونا را ضایع نکنید. توصیه به جوانان این است که تقوا و دوری از اختلاف داشته باشید. تقوا را پیشه بکنید، دوری از اختلاف، دوری از اعتیاد و دوری از بیبندوباری. بیبندوباری یک چیز هست که این را هیچ دینی نپذیرفته. زنا در هیچ دینی جایز نیست. انسانیت زنا را نمیپذیرد، انسانیت دزدی را نمیپذیرد، انسانیت دروغ را نمیپذیرد، انسانیت خیانت را نمیپذیرد، انسانیت ظلم را نمیپذیرد. تکبیر! و تقوا داشته باشید، دوری از اعتیاد. اعتیاد امروز موزل جامعه ماست. میبینیم که افرادی که معتاد شدن اول خود را خراب میکنند، بعداً اطرافیان را خراب میکنند، بعداً جامعه را خراب میکنند و این خرابی اونا متعدی هست، به همه میرسد و دود اونا به چشم همه میرود. و عید قربان عید مواسات هست، عید همدردی هست و عید گذشت هست. از هم دیگر گذشت داشته باشیم اگر میخواهیم که خدا از ما گذشت بکند. گذشت داشته باشیم. و بحران هایی که امروز در کشور هستند خیلی زیاد هستند، اما چند تایی را من میگویم و این را من بیان میکنم باید اون کسانی که کشور در اختیارشان است، امور مملکت را دارند، به فکر این بحران ها باشند. بی آبی یک مشکل هست که جامعه ما را رنج میدهد. امروز کم آبی و بی آبی همه از اون رنج میبرند. یک انسانی که وقت نمازش شده اون نماز گذاره شیر باز میکند، آب در اون نیست. وضو لازم دارد، شستن بدن لازم دارد، آب نیست. آب نوشیدنی و خوردنی نیست، آبی که برای طهارت بدن و وجود ماست. اون آب بی آبی یکی از بحران هاست. و دوم هوای آلوده. هوای آلوده در شهرهای بزرگ هوا آلوده هست، خصوصا در جنوب شرق کشور و در جنوب غرب کشور که امروز مردم اونجا مبتلا هستند به خاک خوردن. خاک توی چشمشان هست، خاک در ریه اونا هست، خاک در وجود اوناست. در همین چند روز گذشته 1200 نفر در زابل فقط بر اثر ریزگردها و آلودگیها آلوده شدند. ام آب ندارند بخورند، ام هوایی نیست که اونا استشمام بکنند. همیشه صحبت در مجلس و جاهای زیاده می شود که ما برای این ریزگردها، برای این هوای آلوده، برای این شنای روان ما فکر می کنیم.
همیشه فکر و تعال فکر هست و ذکر هست و هیچی نتیجه ای ندارد. ذکر است و فکر است، اما عملی را ما نمی بینیم که اینا بیان. با علوم امروزی می شود این ریزگرد ها را، این آلودگی ها را جلوگیری کرد. مردم سیستان و بلوچستان، مردم خوزستان و غرب کشور چه گناهی دارند که بر اثر این آلودگی وجودشان در خطر باشد، بر اثر این که شن روان میاد دید کافی ندارند، در هر روز چندین نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست میدهند. و سوم، آمار بالایی که امروز از مرگ و میر هست. واقعا ما خسته شده ایم. خدا میداند روز نیست که در همین منطقه ما جنازه ای نباشد، چندین جنازه نباشند، یا بر اثر فقر و بیچارگی که پول درمان و دوای خود را و دکتر خود را ندارند از بین می روند. همین که مریض شد باید برایش کفنی بگیریم و آماده مرگش باشیم. من در هفته گذشته گفتم ما چه فکری برای دوا و درمان این کسانی که توان ندارند، کدام دفترچه بیمه برای اونا رسیدگی می کند و اونا دفترچه درمان دارند، در دفترچه این که بیمارستانی بخوابند جای دکتر بروند هزینه کمی داشته باشند. امروز یک نسخه ای که یک کسی مریضی معمولی داشته باشد بره واسه 4 میلیون بیشتر می شود. این از کجا بیارد؟ و امروز ما می بینیم که بله مرگ و میر خیلی بالا هستند، مریضی ها خیلی بالا هستند. مریضی ها اول اندک و آسانند اما تبدیل به مریضی مزمن می شوند و مرگ و میر خیلی زیاد شده. و همچنین مشروبات الکلی یکی از معضلات جامعه شده که افراد مبتلا شدند به خوردن مشروبات الکلی و خود را میخوان که آرام بکنند، آرام بخش بخورند، در حالی که اونا میمیرند. و خدای متعال همه ما را توفیق عمل نیک بدهد. و یک نکته را که میخوام بگویم، خبری که شایع شد که قصد ترور مولانا یا دیگر علما را داشتند. این علما را همونطوری که در روز جمعه گفتم ما قدر این علما را بدانیم. جامعه با اینا آرامش میگیرد، جامعه با اینا اطمینان حاصل می کند. اینا خیرخواه جهان و ملت و امت مسلمه هستند. خیرخواهان را اگر ما از بین ببریم خیری برای ما نیست. تکبیر! اگر یک کسی بر خلاف هوای نفس ما که ما خود ما مقصر بودیم صحبت کرد، ما خود را اصلاح بکنیم و اون ناصر از بین نبریم که مصیبت ما چندین برابر می شود. تکبیر! اگر خیانت آشکار می شود، بجای اینکه ما معذرت خواهی بکنیم و اون کسی که خائن بوده اون را تنبیه بکنیم، ما بیایم و مصاحبه های چنین و چنانی و پرونده های از پیش خود درست بکنیم، اون پرونده ها ما را به جای نمی رساند. تکبیر! مولانا روم جمله دارند: انچه او پنهان بود پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. واقعی را بیان می کنند مولانا روم که گروه با هم ساختن و اونا میوه هایی که اون مولای اونا و اون رئیس اونا خریده بود که میمان دارن به خانه ببرید،
اونم میوه ها را خوردن، لقمان حکیم نخورد. دوباره گفتن میوه ها کجا شدن؟ میوه هایی که ما گرفتم میوه های خوبی بودن، علامون بدایش موندن، اینا را که خورده؟ همه شهادت دادن که لقمان خورده. لقمان گفت دروغ میگوید. و خیلی خوب بیارید آب آوردند و گفت که این آب گرم به اینا بدهید. خیلی آب زیادی گفت بدید تا بنوشند. خودش هم نوشید. گفت الان شلاق بردارید ما را جلو بیندازید تا فلان جا بدوانید. وقتی که دواند اونا را همه استفراغ میکردن میوه و لقمان استفراغ میکرد آب خالص و آب صاف. در اینجا بود که لقمان گفت هنچی او پنهان بود پیدا شود، هر کی او خائن بود رسوا شود. تکبیر! در دنیا مسئولیت را ما رد میکنیم، اما اون روزی که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، اونجا را چی کار میکنیم؟ اونجا که خداوند علیم به ذات صدور است، اونجا را چه کار میکنیم؟ اونجا که خدا خودش گواه است، فرشتگان الله گواه هستند، زمین گواه است، دست و پای خود ما گواه هستند. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، این دو دست بر ما شهادت میدهد، با خدا سخن میگوید. پوست ما گواهی میدهد، وجود ما گواهی میدهد، زمین گواهی میدهد، امون فکر و تدبر خود ما بر خیانت ما گواهی میدهد. اونجا را چیکار میکنیم؟ و من توصیه‌ام بر این است که دین اسلام دینی هست که واقعا قابل اتباع هست، ارزشمنده. اگر من آخوند، من ملا آمدم و نسبت به دین خیانت کردم، گفته من برخلاف دین بوده، این به حساب دین نیست، به حساب خود اون شخصه. به گفته علامه اقبال که جمله زیبا میگه مسلم از سری نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. مسلم از سری نبی بیگانه شد، بعد این بیت الحرام بتخانه شد. میگه سر منبر کلامش نیشدار است، سر منبر کلامش نیشدار است، از آن که صد کتابش در کنار است. از نیاکان دفتر اندر بغل، الامان از گفته های بی عمل. گفته هست عمل نیست. صحبت از دین اسلام، اما دین اسلام بر ما حاکم نیست. صحبت از تقوا هست، تقوا بر ما حاکم نیست. صحبت از خوردن مال حرام هست که ناجایز درست نیست، خیانت، اما هیچ کسی فریض نمی کند. حق مردم به مردم نمی رسد، حقوق ملت به ملت نمی رسد، و اگر حقوق ملت به ملت نرسد پس ما هیچ خدمت به مردم نکرده ایم. توصیه من به زنان مسلمان، اونایی که پیرو قرآن خود را می دانند، الگوی خود زنان صدر اسلام را بگیرند. قصه حضرت فاطمه هست که زمان وفاتش ناراحت بود. گفتن چرا ناراحتی؟ گفت تعالی وجود من کسی بیرون ندیده، من نرفتم که نامآرمان من را ببینم، جنازه من را چطوری میبرم؟ میگه اولین بار بود حضرت اسماء بنت امیس همسر گرامی ابوبکر صدیق که پرستار حضرت فاطمه زهرا بود، در وقت بیماریش پرستاری میکرد از اون. ابوبکر صدیق اون گفته بود حضرت فاطمه خواهر ندارد، نزدیک ندارد، دختر رسول الله هست، بروید از اون پرستاری بکنید. گفت که اینطوری هست، من ناراحتی من بر این است که وجود من را کسی نبیند. گفتم در حبشه که ما هجرت کرده بودیم، حضرت اسما صاحب 2 هجرت بود،
اون زمان به حضرت جعفر طیار به حبشه رفته بود، دوباره جعفر طیار که شهید شد همسر ابوبکر صدیق قرار گرفت. در حبشه اینطوری تابوت می ساختن، رویش پارچه می انداختن و مرده را تا قبرستان می بردن. میگه اولین بار بود که من گفتم به این شکل بود، تابوت را ساختن و جلوی فاطمه قرار دادم، دیدم تبسم بر لبان حضرت فاطمه آشکار شد که الحمدلله که جسد من را بعد از مردنم کسی نمی بیند. حجاب مسئولیت هست، حجاب حمایت انسان هست. خداوند به پیغمبر می فرمایند یا ایها النبی قل لازواجک، به همسرانت بگو، و بناتک، به دخترانت بگو، و نساء المؤمنین، به زنان مؤمن بگو، یدنین علیهن من جلابیبهن، چادرها را بر خود بپیشند، ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. این مسئولیت است، اذیت به اونا نمی رسد. اون کسی که اونطوری لخت و عریان می گردد اون گمان نکند که مسئولیت دارد، خود را به عنوان یک کالای مبتذل عرضه می کند در جامعه. به گفته علامه اقبال که جمله زیبایی را می گویند، یا خطاب به مخدرات اسلام، به زنان پاک دامن عفیف و با حجاب و با عفاف مسلمانان است. میگوید که بهل ای دخترک این دلبری ها، بهل ای دخترک این دلبری ها، مسلمان را نزیبد کافری ها. اگر پندی ز درویشی پذیری، اگر پندی ز درویشی پذیری، هزار امت بمیرد تو نمیری. اگر پندی ز درویشی پذیری، هزار امت بمیرد تو نمیری. حیایت نمیرد، عفتت نمیرد، حجابت نمیرد، از بین نرود. ما متشرع هستیم، پیرو شریعت هستیم، پیرو قرآن هستیم، پیرو دستورات رسول الله هستیم، پیرو اون زنان عفیف و پاک دامن صدر اسلام هستیم. اونا چطوری رفتار داشتن، چطوری لباس داشتن. اگر ما یک کالای خوبی را پنهان می کنیم، کالای خوبی را در جعبه قرار می دهیم، کادویش می کنیم، اون خوبی اون را نشان می دهد. طلا را کادو می کنند، در جعبه قرار می دهند و اون را تحویل مشتری می دهند. اما سیب زمینی را که تعالی کسی کادو نکرده، روی تراکتور هیچ کسی چادر نمی اندازد. تراکتور غرازه ماشین که بهترین ماشین، مدل بالا هست، ارزشش بالا هست، اون را در گاراژم رویش چادر می اندازند. بیرون از خانه هم در خیابان هم رویش چادر می اندازند. تقاضای من این است که زنان ایرانی غیر از اینکه پیرو اسلام هستند، اگر پیرو کشور و خود را ایرانی اصیل می دانند، در ایران باستان بدحجابی و بی‌حجابی وجود نداشته. اینم توصیه من به زنان مسلمان هست. توصیه من به جوانان این است که دین گریزی و اینا کار درست نیستند و وقتم تمام شده. الله ذوالجلال همه ما را توفیق عمل نیک بدهد و این آیه را ملاک قرار بده که ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. در آخرت از خاسرین، جز خاسرین نباشیم. و جزاکم الله خیر.